السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای عزیز، این دخترک خواهرچه مهربان ما مسلمان پدرش رو به مهلت 15 سال در شهرهای روسیه زندانی کردگی هستند و این دخترک در گوشش نوشنوایی است. طبیبان برای این گفتند که اگر همین نوشنواییش مقصد که یک سال دیگر دوام کند، این دخترک ممکن که سخن گفتن نکند، گنگ شود. به همین خاطر مقصد که بی این دخترک مقصد که طلب کرده است که به ما کمک کنه برای مقصد که اپراسیون کردن گوش های این دخترک. 20,000 دلار در کار است. به خاطر الله به همین دخترک کمک کنید قدر استطاعتتون. شاید که روز قیامت پرسیده شود از این وقتی که خبر به شما رسید و کمک نکنید. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. الله در یاردم بنده است که بنده در یاردم برادر مسلمانش باشد. ان شاء الله که بسیار خوب می‌شود که به این خواهرچه مهربان و به این خواهرچه مسلمان، خواهرچه دو سوریه کمک کنیم، گرچند که 1 روبل یا 2 روبل هم که باشد.